ماه رمضان دارای خصوصیت‌های بزرگ است. خداوند بزرگ در سوره بقره فرموده است: رمضان ماه است که فرستاده شد در آن قرآن هدایت کننده است، مردم را با دلیل‌های روشن و جدا کننده است حق را از باطل. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: هر کس فرحمند گردد با آمدن ماه شریف رمضان، خداوند او را در آتش دوزخ نمی سوزاند. در حدیث دیگر چنین آمده است: هرچی گاهی که شب اول رمضان می آید، الله تعالی می گوید: کیست آن که دوست می دارد مرا و من دوست می دارم او را؟ و کیست آن که هرچی طلب کند از من حاجت او را روا گردانم؟ و کیست آن که مغفرت طلبد از من مغفرت کنم او را؟ پس خداوند امر می کند کرامین کتابین را، فرشتگانی را که گناه و ثواب بندگان را می نویسند، که در نامه اعمال مؤمن نیکی هایش را نویسند و بدی های او را ترک کنند. خداوند از نامه اعمال بنده روزدار گناهان گذشته اش را معاف می گرداند. در حدیث ذکر شده است: هرگاهی که ماه شریف رمضان فرا رسد، عرش و کرسی و فرشتگان ندا کنند که بشارت باز امتان محمد صلی الله علیه و سلم را که از نزد الله تعالی به عطاهای فراوان نائل گشتند. آفتاب و ماهتاب و ستارگان در آسمان، مرغان در هوا، ماهیان در بحرها و تمام صاحبان جان از پروردگار آمرزش گناهان محمد صلی الله علیه و سلم را می کنند. خداوند به فرشتگان می فرماید که ثواب نماز و تسبیح خود را در ماه رمضان به امت محمد صلی الله علیه و سلم بخشد. در این ماه مبارک غیر از روزه باز کدام عملها ثواب زیاد دارند؟ حضرت عمر رضی الله عنه نقل می کنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخص از امت من اگر در ماه رمضان خواب رود و از این پهلو به پهلوی دیگر حرکت کند، فرشته گوید که رحمت خدا برکت خدا بر تو باد، برخیز که وقت نماز است. اگر برای نیت نماز برخیزد، جایگاه گوید که ای بار خدایا به این بنده از فراش جنت عطا کن. جامه گوید خدایا به این بنده از لباس بهشت عطا نما. پای افضال گوید خدایا ثابت گردان قدم او را بر صراط. چون از برای طهارت آفتابه را گیرد، آفتابه و آب گویند خدایا این روزدار را از آب کوثر سیراب گردانیده او را از خطای و گناه پاک نما. چون به نماز شروع کند، خانه و مسجد گویند خدایا وسیع گردان قبر او را، مغفرت کن گناه او را، به نظر مغفرت به او بنگر. خداوند گوید ای بنده من، اکنون نماز خواندی، دعا کن که اجابت کنم و طلب مغفرت نما که آمرزش یعنی ببخشم. موافق حدیث کسی در رمضان یک عمل نفل انجام دهد برابر آن است که در غیر رمضان فرض را انجام داده است. کسی در رمضان عمل فرض را انجام دهد گویا در غیر رمضان 70 فرض را ادا کرده است.
روزدار باید از کدام عملها دوری جوید؟ شخص روزدار باید از سخنهای نالایق، دشنام و حقارت، غیبت و دروغ، تهمت و قسم ناحق خود را نگه دارد. اگر کسی روزدار را دشنام دهد، او در جواب گوید که من روزدارم و از خداوند میترسم که با تو جنگ و جدال و مناظره نمایم. علل خصوص آزار دادن دل کسی گناه زیاد دارد. برای روزدار دو شادمانی بزرگ است. یکی از آنها وقتی کشادن روزه و شادمانی دیگر مشاهده دیدار خدای تعالی است که در آخرت نصیب و روزی خواهد شد. بنده مومن در ماه رمضان روح خود را پاک می‌گرداند، یعنی به خاطر رضای خداوند خود را از خواهش‌های نفسانی، خوردن، نوشیدن، علاقه جنسی کردن، ناس و سیگار کشیدن، دشنام دادن نگاه می‌دارد. روزه در انسان نیکی کردن و انسان دوست بودن را پرورش می‌دهد. خداوند همه ما را از فضیلت‌های این ماه شریف بهره‌ور نموده دیار ما را پرفیض و با برکت گردانده است. رمضان ماه است که سراپا رحمت و مغفرت است. ماهی که سنگدلترین انسان بزرگی آن را لمس و احساس می کند. ماه است که رحمت و برکات الهی فرود می آید. ماه است که تمام حرکات خوب انسانی در درگاه الهی ارزش چند برابر را می گیرند. بالاتر از همه رمضان ماه است که خداوند آن را توصیف نموده بزرگترین معجزه خود قرآن کریم را فرود فرستاد. این ماه مبارک را به تمام مسلمانان جهان تبریک می نماییم. سپاس خدای را که رمضان را برای ما ماه پاکشوی قرار داد. رمضان ماه است که قرآن را در آن فرو فرستاد، در حالی که برای مردم راهنمای از گمراهی و نشانه‌های آشکار رهبری و جدا کننده میان حق و باطل است. پس برتری آن را بر ماه‌های دیگر به سبب حرمت‌ها و گرامی داشتن‌های بسیار و فضایل و برتری‌های آشکار که برای آن قرار داد هویدا گردانید و در آن ماه از جهت بزرگ داشت خوردنی ها و آشامیدنی ها را در روزهای آن منع کرد و برای آن وقت معین قرار داد. سپس عبادت و بندگی در شبهای رمضان را به 1000 ماه برتری داد و آن را شب قدر نامید. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه شعبانیه فضائل ماه رمضان و روزه را برشمرد، حضرت علی رضی الله عنه پرسید: بهترین اعمال در این ماه چیست؟ در پاسخ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: پرهیز و اجتناب از معاصی و گناهان است. بنابراین روزه عامل بازدارنده از گناه، عامل سرکوب کننده نفس عصیانگر است که روزه‌دار با انجام این دستور الهی به نحو احسن که از شرایط کمال روزه است، روح تقوا و پرهیزگاری را در خویش زنده می کند. زیرا که با روزه در ماه مبارک رمضان اصلاح نفس و تربیت آن و تقوا پیشه کردن به مراتب آسان تر است، زیرا گرسنگی و تشنگی و دیگر محرومیت های روزه شعله های سرکش غرایز حیوانی و هواهای
نفسانی را خاموش می سازد.